گفته که پیدا شده دیگه زیاد دیگه ملاحظه کنید دیگه خلاص شد همکاری دولت چقدر؟ همکاری خب زیاده دیگه که کمکش آماده دیگه رسیده داوپاشی میشه دیگه همین جا دیگه روزه داوپاشی میشه مثلا خاطر مسکینام کمک چه شده غذایی مواد غذایی دیگه مردم چقدر جدی میگیره این موضوع کرونا؟ مردم هم کلش هم در خانه‌های خودشون دیگه بعضیا که بیرون از دکاندارا و میگردن تجمع اینچه ندارن مربوطه در حوزه اول روزه و فرقی شوق فرقی کلای ساز بود که به خاطرش که در سایه روزه در اینجا سایه شیوع مرض کرونا زیاد بود چند نفر در اینجا مبتلا زیاد داشتیم و تلفات بود اشارهای اوی و این خاطر امروز این سال داوپاشی کردیم همین داوپاشی ما بلا همرسانی عملوزه جریان دارد عوضات ششگانه ولایت غزنی شمله د انساني ژوند انساني فکر افغاني هویت او ټولنیز سمون هنداره 8.1 FM